در 3 صدمه روزهای استراحت در راههای تاجیکستان 4 نفر به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 16 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 21:00 دقیقه راننده автомашین تمغه خوندای توجیف مطلوب سال تولدش 1996 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهه زرحلال شهر استرافشان از اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده وهاب بابرجان سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوت زرحلال که به سمت روی ایلووگی طرف چپ رو گردش میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین تمغه خوندای خالقوف رسول سال تولدش 1996 و اشورف پرویز سال تولدش 1998 ساکنان شهر پنجکند از جراحت‌های جسمانی برداشتهشان در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده автомашین تمغه خوندای توجیف و دیگر مسافرش عثمانوف سامانشاه سال تولدش 2000 ساکن شهر پنجکند جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اینچنین 16 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 16:40 دقیقه راننده автомашین تمغه مسکویچ 412 شریپوف ابراهیم سال تولدش 1953 ساکن جماعت دیوت خستیورز نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد کانیبادام دهمای غفوروف در حدود جماعت دیوت خستیورز به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته با یدکه автомашین تمغه واز 2107 تحت اداره راننده زایدوف مقصود جان سال تولدش 2001 ساکن جماعت دیوت خستیورز برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین تمغه مسکویچ 412 عبداللهف سعادت قیومونا سال تولدش 1956 ساکن جماعت دیوت خستیورز جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده автомашین تمغه مسکویچ 412 شریپوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. متاسفانه روز 17 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 15:10 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا خلیموف خاتمجان سال تولدش 1991 ساکن جماعت دیوت جانبخت نویه خوبالینگ هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دیوت پشکند شهر استرافشان از اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نوبالغ شاکروف ظفر سال تولدش 2010 ساکن جماعت دیوت پشکند را پخش نموده است. در نتیجه نوبالغ شاکروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 39 ساله ساکن جماعت دیوت رفشن نویه ظفرآباد با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزن به سلامتی که باعث مرگ گردیده است دستگیر کرده شد. نام برده 16 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 20:00 دقیقه در خانه استقامتیش در حالت مستی با مرد 35 ساله حمدیه‌اش از سبب مناسبت آشتیناپذیری جنگ و جنجال نموده با کورد خوجگی 3 مرتبه به اعضای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. نسبت گمان شونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمند میلیسیا مرد 29 ساله ساکن جماعت دیوت خلقانداز نویه جبار رسولوف همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 11 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 13:30 دقیقه با روی پنهانی از حدود زمین‌های صحرایی خوجگی دیقانی به نام یوسف جان یک واقع در جماعت دیوت خلقانداز یک سر چاروای کلان شاخدار را که به مرد 41 ساله ساکن امین جماعت تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 5000 سومنی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.